دوستان، همون جوری که بهتون قول داده بودم اومدیم با یه ویدیو دیگه. دوستان تو ویدیو قبلی بهتون گفته بودم که واسهتون یه ریلی میسازم که وقتی یه دکمه رو بزنید خود ریله میاد بالا. خب یا کنید یه تیکه از هر جایی که میخواستین رو بکنید. حالا اینجا گود شد. یا کنید چیزایی که از سوراخ دارن دیگه، سوراخ دارن و دوتا چشم، این سوراخ یه جوری بذارین که این سوراخش رو به بالا باشه. و بعد یا کنید اینجا میشینین یا توی لپتاپ شیفت رو میگیرین، اینجا 3 تا از اینا میذارین. خب و اینجا رو یک دونه میکنین، یک دونه بلاک ردستون میذارین که وقتی این بلاک ردستون رو بذارین و یک دونه ریل روش بذارین، اینا از قرمز پررنگ تبدیل میشن به قرمز کم رنگ. خب نیا کنین اینجا رو اینجوری میزنین تا هر جایی که دوست داشتین دیگه. من حالا تا یه جایی زدم، میخوام چون ویدیو طولانی نشه فقط میخوام تا یه جایی بزنم که بهتون نشونش بدم که چجوریه. خب اینجوری که اینا رو گذاشتین باید همگی مثل همدیگه باشن. این دو طرفش هم بلاک بذارین. حالا اگر میخواین بلاک نذارین یا مثلا میخواین این ریل رو ببرین به یه روستا، میخواین ببرین به روستاتون، به خونه های دیگه، مثلا تو زمین صاف هستین میخواین ببرین اونجا. خب بعدش میان این روی اینو میکنین و ریلا رو روی اینا میذارین. حالا من چند تا ریل کم آوردم. خب و دوباره همون ریل رو میاین میذارین روی این. خب یا این دکمه یا کی نمیدونم چی یه دکمه بردارین. خب هر دکمه باشه مشکلی نیست. این دکمه رو که بزنید این میاد اینجوری بالا و شما میتونید سوارش بشین برین مثلا توی خونه دیگه تون، تو روستاتون. اگه ولم بدین همینجوری خودش این طرف و اون طرف میره. دوستان تو ویدیوی بعدی میخوایم به شما یک آتش افروز بسازیم که وقتی که یک دکمه رو که بهش میگن اهرم اونو بزنین به یه آتیش پرتاب میکنه. اگر میخواین تو جنگ ازش استفاده کنید خوبه، تازه باهاش میتونید گوله برفم بذارید. خوشحال شدیم این ویدیو رو کردید، حتما لایک کنین. تو کامنت ها اگر چیز جدیدی میدونین بذارین، خوشحال میشم. تا ویدیو بعدی، بدرود.